شانه از 3 استخوان و 3 مفصل تشکیل شده. استخوان‌ها شامل هومروس، کلاویکل و اسکاپولا هستند. مفاصل هم شامل مفصل گلن هومرال، استرنوکلاویکولار و اکرومیوکلاویکولار هستند. استخوان اسکاپولا 3 بردر مدیال، لترال و سوپریور داره. همینطور 3 انگل سوپریور، اینفریور و لترال داره. در قسمت قدام اسکاپولا ساب اسکاپولاریس فوسا، اسکاپولار ناچ و زائده کوراکوئید دیده میشه. در قسمت خلف هم خار اسکاپولا دیده میشه. بخش فوقانی خار اسکاپولا سوپرا اسپینوس فوسا و بخش تحتانی اون اینفرا اسپینوس فوسا نامیده میشه. گلنوئید بخشی از استخوان اسکاپولاست که با سر استخوان هومروس مفصل میشه. زائده اکرومیون هم با استخوان کلاویکل مفصل میشه و مفصل اکرومیو کلاویکولار رو میسازه. استخوان کلاویکل از یک بادی یا شفت و 2 انتهای اکرومیال و استرنال تشکیل شده. برای سهولت تفسیر، آسیب‌های استخوان کلاویکل رو در 3 قسمت 1/3 داخلی، 1/3 میانی و 1/3 خارجی بررسی می‌کنیم. در بخش فوقانی استخوان هومروس، سر استخوان هومروس، گردن آناتومیک، گردن جراحی، لسر توبرکل و گریتر توبرکل دیده میشه. گردن آناتومیک جدا کننده قسمت سر از بادی هومروسه. در واقع همون صفحه اپیفیزیه که فیوز شده. گردن جراحی زیر توبرکل های لسر و گریتر قرار داره. اهمیت این بخش از استخوان هومروس در شیوع بالای شکستگی و همراهی با آسیب‌های عصبی و عروقیه.